قصه روزهای جان اندود، قصه شیر، قصه مسعود، حالیا قصه خراسان است. شعر پنجشیر فاتح جنگ سرد آمیری صاحب مرد شکست ناپذیر و دهها صفتها را در اعتراف احمد شاه مسعود در یک محفل بزرگ داشتی و دوستان و پیوندان و همسفانش به زبان آوردند. این جمع آمد در سالگرد 14 هلاکت این فرمانده فقید ائتلاف شمال افغانستان در دوشنبه دایر شد. بعد از فرمانده مسعود وضعیتی که ما در افغانستان قرار داریم، در واقع اون نکته‌ای که من میخواهم امروز با شما در میان بگذارم که در واقع وضعیت کلی منطقه هم هست، پیامدها و تحولات سیاسی افغانستان بعد از شهادت فرمانده مسعود است. یعنی زمانی که افغانستان به لحاظ مقاومت تهی میشه و خالی میشه و زمینه فراهم میشه برای کسایی که باید قدرت‌ها بخواهند و بتوانند معامله بکنند. این شام بزرگداشت احمد شاه مسعود با سوره فتح قرآن کریم شروع شد و با ابیات درباره مرگ او به انجام رسید. اهل نشست از خاطرات خیش درباره مسعود قصه کردند. محمد عطا سلطانوف سخنگوی پارلمان تاجیکستان که چند روز پیش از مرگش با مسعود مصاحبه کرده است از او چنین یاد کرد. این رسمی که ما آخرین بار با مسعود پیش از مرگش 3 ماه پیش در قریه جنگلک پنجشیر دیدیم. این رسم یک نسخه است که 14 سال شد با من است. یعنی این در خانه‌اش بودیم در قریه جنگلک پنجشیر میگن خانه‌اش بود. سید امیر ظهوروف وزیر سابق امنیتی تاجیکستان که در سالهای جنگ داخلی بارها با احمد شاه مسعود گفت و شنید کرده است او را یک استاد بزرگ امور حربی می‌داند. چونین لشکرکشی با فهم، با فراست، چی از نقطه نظر تعلیمات حربی و چی از نقطه نظر تعلیمات ملکی و گرجدانی کم دیده بودم. چون با کدام کاری که دست میزد حتما پیروز میشد، غالبیت به دست می آورد. و گوگو شوخی کرده در میان دوستان و رفیقان من میگفتم که این ژوکوی وستاک هست، یعنی ژوکوی شرق. من در یک قطار با مارشال ژوکوف میگذاشتم چون که سزاوار چون عنوان چونین بها بود. راموف میفرماید که رقیب سرسخت‌تر، خطرناکتر برای من چون مسعود نبود در افغانستان، اما افتخار میکنم که رقیب هم مثل او خیرتمند مرد را من در زندگی در جبهه ها در جنگ ها ندیدم. ما در چند صد سال اخیر مثلا میخوام نظامی که در جهان اعتراف شود، ما اصلا که نه تنها در جهان اعتراف شود، ما که اصلا تقریبا یگان نفری نداشتیم که مثلا میخوام برجسته همچون نظامی همچون فرمانده در این تاریخ خودی ما خیلی شخصیت را داشتیم در طول چندین عصرها. ولی احمد شاه مسعود بزرگترین پیروزی خود را نه در جنگ بلکه در صلح به دست آورد و از جمله نفران است که دو جانب درگیری جنگ تاجیکستان را برای اولین بار در سال 1994 در خوسته افغانستان سر میز مذاکرات نشاند. یک گپ میگفت که شاید که 10 سال‌های نزدیک در افغانستان صلح نشد، چون که سوارش بسیار است. لیکن ما یک کار کنیم در همین تاجیکستان که است در صلح عالمی شد تا که تاجیکان دنیا یک مکان آرام و تیز داشته باشد. آنقدر برای صلح تاجیکان خدمت ماندگاری که مسعود کرده است هیچ کس نکرده است. یعنی پایدیوار صلح تاجیکان با دست مسعود و استاد ربانی اول در کابل گذاشته شد، بعد در مسکو این صلح به امضا رسید. احمد شاه مسعود تقریبا با حکومت تاجیکستان این پیام داد که اگر شما به هم نیایید در تاجیکستان جنگ پارتیزانی شروع می شود و مثل افغانستان تاجیکستان به یک خرابازار تبدیل می شود. گروه مخالفین که چند گونه بودند و در چند کشور بودند برگشته آمدند
با اون قرارداد امضا کردن و با ساختمان و سازندگیش مشهور شدن. اگر جنگ دوام میکرد شاید تاجیکستان از بین میرفت، شاید دور نبود. وقتی اوضاع در افغانستان برای نیروهای مسعود بد شد و او ابتدا کابل و دیگر شهرهای مهم افغانستان را به طالبان باخت، مقامات تاجیکستان در کوچه کرموف در شهر دوشنبه برای خانواده مسعود منزل جدا کردند که برای چندین سال پناهگاه زن و فرزندانش شد. فرزندان مسعود طی مدت زندگی در تاجیکستان به مکتب می رفتند که در نزد سفارت ایران عمل می کرد و با خط فارسی تعلیم می داد. از سال 1996 تا سال 2001 هر باره که شهید احمدشاه مسعود از افغانستان به تاجیکستان می آمد در این حولی زندگی می کرد، ولی همکنون بیش از 10 سال است که در اینجا هیچ نفر زندگی نمی کند و اینجا به یک گوشه ویران بلندگار تبدیل یافته است. دوستان رفیقانش از تاجیکستان میگویند که کلید این قلف را همیشه خویشاوندان و پیوندانش همراه دارند که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند، ولی در همین حال کوشش چند باره سفارت افغانستان و دوستان و نزدیکانش در تاجیکستان این حولی را به آثارخانه تبدیل دادن و یا این کوچه را به نام او گذاشتن هیچ نتیجه نداده است. احمدشاه مسعود فرمانده تاجیک در شهر بهارک دره پنشیر در عائله سرهنگ به دنیا آمده در کابل به وای رسیده است. او بعد ختم مکتب فرانسوی الاستقلال کابل تحصیل را در دانشگاه پلی‌تکنیکی ادامه داد و در همین جا به سازمان لیگ جوانان مسلمان پیوست. احمدشاه مسعود طی 10 سال جنگ در دره پنشیر 7 بار با لشکرکشی نیروهای تا دندان مسلح ارتش سرخ روبرو شد. در تمام این تهاجم مسعود و یارانش سرسختانه از دره پنشیر دفاع کردند و این دره را به قلعه تسخیرناپذیر تبدیل دادند. احمدشاه مسعود روز 9 سپتامبر سال 2001 دو روز پیش از حمله های تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا در نتیجه یک سوءقصد که گفته می شود عاملان سازمان القاعده انجام دادند کشته شد. مسعود همیشه برای صحبت با خبرنگاران باز بود و قاتلانش نیز زیر جامه خبرنگاری به حضور او راه یافتند. مسعود وقتی کشته شد که 49 سال داشت.